Chapter 11 International Fashion Vocabulary واژگان بین المللی فشن. در این چپتر ما با این واژگان آشنا میشیم که در سطح جهان کدام کلمات بیشتر و استفاده میشه. ببینین پاریس نامه است که بیشتر در قسمت فشن خیلی مشهور شده که یعنی پای تخت مد هست نه؟ میگه پاریس is a fashion capital پای تخت، یعنی بسیار یک جایی است که دیگه در دنیا پاریس دیگه برای فشن زیاد مشهور است. So Paris is a fashion capital پای تخت مد. طراح میشه دیزاینر. اوکی، گوچی یک برند طراح مشهور هست. Gucci is a famous designer brand. It's a famous designer brand. It's a brand, but it's a famous designer. یک طراح بسیار مشهوری است. خود برند به انگلیسی برند میشه. مثلا میگی که Chanel is a luxury brand. Chanel یک برند لوکس است. Chanel is a luxury brand. Luxury. This is a luxury handbag. یک بیگ دستی لوکس است. Handbag. The new collection is inspired by nature. خود کلکشن یا کلکسیون یا این مجموعه جدید از طبیعت الهام گرفته است. The new collection is inspired by nature. نمایش میشه یا صحنه نمایش میشه runaway show. Milan has amazing runaway shows. میلان نمایش عالی برقرار میکنه یا در صحنه نمایش بسیار عالی ظاهر میشه. Milan has amazing runaway shows. خود هفته فشن یا فشن ویک، هفته مد، New York Fashion Week is very popular. هفته مد نیویورک بسیار مشهور است. خب ما به قسمت کلمات مد فاخر یا کتور آشنا میشیم. Haute یا couture. Paris is known for haute couture. پاریس برای مد فاخر مشهور است. و همچنان ترند یا مد میشه minimalism is a current trend. minimalism یک مد روز شده فعلا که کمتر استفاده شه از اشیاء کمتر. minimalism is a current trend. Campaign. She appeared in a Dior campaign. او در کمپاین دیور ظاهر شد. Okay. We have a sample dialogue and talking about fashion capitals. For example, a model says, have you ever been to Paris Fashion Week? آیا تا حالا در هفته مد پاریس بودید؟ Not yet. نه تا هنوز. But I went to Milan for a runway show. اما میگه برای یک نمایش صحنه در به میلان رفتم یا نمایش رنبی. Milan. That's amazing. عالی است. Paris is known for hot culture. Paris is known for hot culture. پاریس برای مد فاخر مشهور است. Yes, and Milan is famous for luxury brands. بله، و میلان برای برندهای لوکس مشهور است. Luxury brands. I hope to attend New York Fashion Week next year. امیدوارم سال آینده در هفته مد نیویورک شرکت کنم. Me too. It's a great opportunity for networking. فرصت عالی است برای شبکه سازی. Useful phrases. عبارات مفید. Paris is known as a fashion capital. پاریس به عنوان پایتخت مد شناخته می شود. Paris is known as a fashion capital.
This collection is inspired by nature. این مجموعه از طبیعت الهام گرفته است. New York Fashion Week is very popular. هفته مد نیویورک یا هفته مد نیویورک بسیار مشهور است. Milan is famous for luxury brands. میلان برای برندهای لوکس خود مشهور شده است. Milan is famous for luxury brands. کتور به معنای مد فاخر هست. Couture یا haute couture means high fashion. و این لغات را شما در این تمرین استفاده کنیم تا تمرین بیشتر انشالله تمرین بدن کمک کنه. طبق معمول مطالعه بیشتر در وبلاگ ها و همچنان دیدن ویدیوهای مرتبط شما را کمک میکنه با این کلمات بیشتر آشنا بشین. تا درس بعد، خدا نگهدار.